نگوییم که مادر نداریم. همین مادر تاجیک برای همه شما مادر است. همه مادر است. کجای رویم، کجایی که رویم، مادروار شما را مهربانی میکنند. مادروار نمیگوید این فرزندی کی است، این کی است، مثل پسر خودش فرزند خودش مهربانی میکنند. دقت. اداره روزنامه خطلان در همبستگی با ریاست کاربازانان و عائله مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خطلان آزمون اجادی را تحت عنوان عالیه مهر از روی 3 نامیناسیا بهترین مواد پوبلیسیستی، بهترین ایجاد نظم و بهترین قرائت آنلاینی در وصف مادر اعلان می‌نماید. در آزمون کارمندان تشکیلات اداره‌ها، آموزگاران، روزنامه‌نگاران، شاعران، پوبلیسیستان و همه علاقه‌مندان ایجاد از تمام گوشه و کنار کشور می‌توانند اشتراک نمایند. در نامیناسیای بهترین مواد پوبلیسیستی مواد در شکل چاپی در حجم نه بیش از 4 صفحه، حروف اندازه‌اش 14 تایم نیو رومن یا اریال قبول کرده می‌شود. در نامیناسیای بهترین ایجاد نظم شعرها در حجم نه بیش از 5 مصرع در شکل چاپی، حروف اندازه‌اش 14 تایم نیو رومن یا اریال پیشنهاد کرده شود. در نامیناسیای بهترین قرائت شعر در وصف مادر موادهای ویدیویی با اشاره به مؤلف شعر، نام و نسب راوی و سنه نشر مواد قبول کرده می شود. موادهای ویدیویی داوطلبان در شبکه اجتماعی روزنامه خطلان و صفحه فیسبوکی ریاست کاربازانان و عائله ولایت خطلان نشر می گردد. برای بهاگذاری شماره پسند یعنی لایک، شیر، کامنتاریا و مقدار فراگیر تماشابینان به نوبت گرفته می شود. ویدیوی داوطلبی که قبلا یا همزمان در آزمون‌های دیگر استفاده شده است برای بهاگذاری پیشنهاد نمی‌گردد. اشتراکچیان می‌توانند ویدیوهای خود را به مسئولان روزنامه خطلان طریق تلگرام و واتساپ با رقم 985 33 33 97 ارسال نمایند. هر یک اشتراکچی آزمون تنها حق در یک نامیناسیا مواد پیشنهاد کردن را دارد. آزمون ماهی январи سال روان آغاز گردیده تا 1 مارس سال 2024 ادامه می‌یابد. جنبش آزمون در عرفه روز مادر برگزار گردیده غالبان از روی 3 نامیناسیا معین کرده شده با دیپلم و مکافات‌های ارزشمند قدر کرده می‌شوند. اشتراکچیان آزمون می‌توانند موادهای خود را طریق پوشت الکترونی ما khatlan.tg@mail.ru یا به واسطه به اداره روزنامه خطلان، شهر باختر، کوچه لاگینوف 12 با اشاره برای آزمون پیشنهاد کنند.